به همه عزیزانی که او رو میشناختند و دوستش داشتند و هنوز هم دوست می‌دارند و دوست خواهند داشت تسلیت عرض میکنم. به هر حال سعید جهانیان یه هنرمند با نشاط، فعال، ارزشمند، با شخصیت و رفیق بود. زنده یاد سعید جهانیان. سالها با دفتر صدا و سیما در کرج همکاری صمیمانه و فعالی داشتند و در کنار این همکاری با دفتر صدا و سیما در مرکز شهرستان کرج در حوزه فعالیت‌های هنری هم تلاش ارزشمندی رو در گوشه و کنار کشور انجام میدادن. خیلی از بینندگان عزیز با نقش آشدایی در برنامه کودک عمو پورنگ ایشون آشنا هستن. سعید خیلی خاکی بود، خیلی دوست بود، خیلی مهربون بود. ما سفرهای زیادی رو برای کار با هم رفته بودیم. همیشه روی صحنه‌اش با پشت صحنه‌اش یکی بود، هیچ وقت فرق نمی‌فروخت. در اوج تواضع آدم محبوبی بود. فکر می‌کنم همه اونایی که مثلا امروز اومدن اینجا سعید جهانیان رو، حالا یا عنوان جدیدش رو آشنایی برنامه عمو پورنگ رو از صمیم قلب دوست داشتم. دوستش دارم چرا که برای من خاطره ساز شد، نه تنها برای من، برای همکاران من. با توجه به مدت همکاری کمی که با هم داشتیم، البته در تلویزیون، ولی من سال ایشون میشناختم. فقط میتونم بگم سعید واقعا عاشق کارش بود، هنرمند بالواقع هنرمند بود، از همه خصوصیات هنرمند واقعا برخوردار بود. والا من زبونم بند اومده توی طول این چند سال. ما با سعید جهانیان زندگی کردیم و واقعا من به مردم کرج تسلیت میگم، به خاطر اینکه هنرمند خیلی خوبی رو از دست دادن و یه غیر از هنرش یه آدم دوست داشتنی و باحال به قول معروف. به هر حال هنرمند از متن جامعه برمیخیزه و سعید جزو شاخصهایی بود که هم محبوب بود و هم مشهور بود و ادله مطلب هم حضور مردم در اینجا که به پاس قدردانی زحمات سعید اینجا جمع شدن و تو آخرین لحظات با هنرمندشون میخوام ودا کنم. امیدوارم که خداوند روی همه هنرمندان خصوصا سعید عزیز رو قرین رحمت قرار بده و همکار خوبش رضا افشار رو صبر شده و خانواده‌اش رو. سعید جهانیان خدا رحمتش کنه، به نظر من 2 تا خانواده داشت. یکی اینکه خانواده‌ای که باهاش زندگی میکرد مثل دخترش و همسر گرامیشون، و دومی که خانواده هنرمندان. یه بزرگ بود برای هنرمندان، واقعا همیشه نگران هنرمندان بود، نگران بیمه هنرمندان بود، نگران کارت عضویتشون بود که بیان عضو کانون بشن. همیشه دوست داشت دور و برش هنرمندا جمع بشن، خیلی دوست داشت این کارو، خیلی پر انرژی و پرذوق بود تو کار. روح شاد، واقعا نمیدونم چی بگم.